صعود به مرحله بعد رو دارند. اشکان دژاگه صاحب توپ هست. نکونام، عقیلی، سید جلال حسینی، یه حرکت از سمت چپ، فرصت است اگر نظرن توپ کرنر بده. همین اتفاق، یک ضربه سر از اشکان دژاگه و توی دروازه. یک شروع طوفانی رویایی و به یاد نزدیکترین شکل ممکن به قواعد منشوری ما حفظ بکنه. یه گل زیبا رو میزنند روی حرکتی که مهرداد پولادی انجام داد، در حالی که فکر میکردیم توپ به بیرون میره. این اتفاق رخ نداد و ضربه سر اشکان دژاگه بالاتر از همه اولین گل او رو در اولین بازی او، بهتر بگم در تساوی داشته و به نظر میرسه با رکورد بدون شکست به مرحله دوم پا بذاره. یه فرصت است برای قطریا، تک به تک با رحمتی و پنالتی یوسف احمد در اولین حمله جدی قطر درون مقتدر داره، هیچ کس به سمتش نمیره بعد از اعلام پنالتی که الحق و الانصاف هم به نظر درست. قطری ها کار کشته به لحاظ تعداد بازی های ملی. البته خلفان ابراهیم پشت توپ ایستاده، رحمتی هم مقابلشه. ببینیم میتونه سد راه پنالتیش بشه یا نه. میزنه ضربه رو و توی دروازه 16مین گل ملی خلفان ابراهیم. پدرش هم فوتبالیست تیم ملی قطر بوده، دور از دستهای سید مهدی رحمتی. در حال 97 لیبرتادورس رو فتح کرده آقای پائولو اتوری. دژاگه پشت این توپ قرار گرفته، فاصلش با توپ رو رعایت میکنه داور. حالا میفرستن به روی دروازه، یه موقعیت و توی دروازه گل دوم هم از اشکان دژاگه. خیلی این دست اون دست کرد، حالا بعدم مشکلاتی هم داشت. البته چقدر زیبا زد ضربه رو، جایگیری نامناسب با دژاگه در سمت راست نشون دادند. او زمین مسابقه رو ترک میکنه و به جای او حسین ماهینی به بازی میاد. بازیکن حال حاضر تیم فوتبال ذوب‌آهن توپ رو میفرستن به روی دروازه، یه ضربه سر تیر دروازه و توی دروازه. اگه بگم که من ناراحت یه بار دیگه ببینیم. یه لحظه همه جا موندن، توپی که به تیر دروازه خورد و بعد به تور دروازه چسبید
فابیو سزار توپو فرستاد و این ضربه سر از محمد کازولا مدافع پیشتاخته قطری ها به این ترتیب